مسیر دوشنبه چناق کارمندان فیلیال شرکت سهامی اینویتد راو سالیوشنز التدی در جمهوری تاجیکستان شبانه روزی راه را از برف تازه و با مواد ضروری کارکرد میکنند. طی روزهای اخیر در این مسیر بارش برف به عمل آمده، تعدادی زحم‌آور که رفت و آمد حرکت واسطه‌های نقلیات در راه دوشنبه چناق تامین گردد. با فرا رسیدن فصل زمستان در نمایندگی‌های فیلیال شرکت در منطقه‌های ورزاب، زرافشان و سوق نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده شده است. در این برابر برای تامین بی‌خطری حرکت واسطه‌های نقلیات، کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نیز در این مسیر فعالیت شبانه روزی دارند، زیرا قسمت بیشتری راه مذکور از منطقه‌های کوهی می‌گذرد و همان طور معلوم است برفریزی، فرآمدن ترمه و دیگر آفت‌های طبیعی در این مسیر بیشتر به عمل می‌آید. این زمان راه اتومبیلگردی دوشنبه خوجند چناق برای همه گونه واسطه‌های نقلیات گشوده میباشد. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری حادثه‌های راه و نقلیات و دقت همه رانندگان واسطه‌های نقلیات می‌رساند که هنگام حرکت نمودند با احتیاط باشند و با خود گرفتن تجهیزات‌های علاوه‌ای، زنجیر و دیگر لوازمات‌های ضروری را فراموش نکنند و طلبات قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نمایند. حیات خود و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه را زیر خطر نگذارند. لازم به ذکر است که تکنیک و مکانیزم های فیلیال شرکت سهامی اینویتد راو سالیوشنز التدی در جمهوری تاجیکستان که بیش از 200 عدد را تشکیل می‌دهد در حالت کاری قرار داشته، تعداد بیشتری آن در تازه کردن راه از برف استفاده کرده می‌شود. به خاطر به تنظیم در آوردن حرکت واسطه‌های نقلیات و پیشگیری حادثه‌های ناخوشی راه و نقلیات، کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به طور شبانه روزی در شهرهای دوشنبه چناق فعالیت نموده، موضع‌هایی که در آن یخبندی و بارشات برف بیشتر است، رانندگان و مسافران را قبلا آگاه می‌نمایند. ما خرسند از آن هستیم که راه‌ها تازه آباد، همه جا برف هم باشد که راه و ماشینا کار کرسادیانه ما به حضور آمدیم. اما مشکلی آن است که صرف نظر از کارهای فهماندهی کارمندان فیلیال شرکت و ناظران ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان حالا هم یک عده رانندگان به آمادگی جدی به سفر میبرایند. در نتیجه چنین رانندگان بر زمین در راه با مشکلی مواجه گشتنشان بر رفت و آمد دیگر واسطه‌های نقلیات مانع ایجاد می‌نمایند. عبدالحمید نظیر، فرهادی واسع، راه دوشنبه چناق، اخبار. روزی گذشته در بعضی ناحیه‌های ولایت ختلان